آدمی که به اعصابش مسلط نیست و زود از کوره در میره شاید بتونه پول در بیاره، اما نمیتونه بیزینسمن، تاجر و یا رهبر بشه. یه رهبر میتونه 10 ناسزا رو تو روش بشنوه، اما لبخند از روی لبش و آرامش از وجودش حذف نشه. تمرکزش رو از دست نده و تحت تأثیر قرار نگیره. فرد آلفا تأثیر گذاره، نه تأثیر پذیر. اگر بتونن به هم بریزنت پس میتونن کنترلت کنن. دقت کن، اگر بتونن به هم بریزنت پس میتونن کنترلت کنن. اگر بتونن کنترلت کنن پس اونا لیدرن نه تو، اونا رهبرن نه تو. لازمه بزرگ شدن، آلفا بودن و رهبری کردن کنترل ترس، خشم، خوشحالی، اضطراب و حتی عشقه. و به طور کلی یک رهبر باید بتونه کلیه احساسات و هیجاناتش رو مدیریت کنه.